گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 70. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. دوم، مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی. وضع خواجگی، درآمد زمین، اندازهای شهر. در این دوره اقتدار اقتصادی مملکت خیلی ضعیف گردیده در آنجا عملاً دو پایتخت وجود داشت، بخارا و بلخ. مملکت را اساساً پیشوایان قبیله ها اداره کرده اهالی را بیرحمانه غارت می نمودند. شیدتیابی مبارزه های داخلی، اندازستانی از حد زیاد از اهالی، به غارت گرفتن کاروان های تجارتی، پایمال نمودن زمین‌های کشت و غیره به تنزل عمیق اقتصادی آورده رساند. حاکمان برای به دست آوردن فایده از معیارهای مقرری بیشتر انداز می‌ستاندند. مثلا در زمان حکمرانی سبحان قلی خان از اهالی انداز 7 ساله را ستانیدند که این وضع به این هم مشکلی مردم را باز هم طاقت فرسا کرد. بجز از عایدات‌های مقرری به دوش مردم باز باج و خراج‌های زیاد دیگر بار می‌شدند. انداز درآمد، مال و جهات، خراج از دیگر نمودهای زمین نیز بالا می‌رفت. از جمله انداز از زمین‌های میلک تا درجه افزود که اگر صاحبانش آن را به طور مفت دهد هم کسی آن را نمی‌گرفت. این عملها دهقانان را خانه خراب می نمودند. اهالی شهر مخصوصاً هنرمندان و کاسبان نیز به جبر و ظلم حاکمان و اشراف دچار گشته بودند. به سر آنها نیز هر گونه باج و اندازهای گوناگون بار می شد. آنها را مجبور می کردند که بجز سپاریدن انداز و مجبوریت های دیگر برای خان و امیران پیشکش های گرانبها فرستند. به دست فیادالان جمع شدن مالکیت زمین. در این دوره اعیان و اشراف جداگانه و شیخان با نفوذ برای به ملک و ثروت‌های زمین صاحب شدن کوشش زیاد نمودند. مخصوصاً امیران طایفه‌های ازبک به زمینداران کلان تبدیل یافتند. از بزرگترین مالکان زمین این دور یلنگ توشبی، آلاه بردیبی و شیخان جویباری به شمار می رفتند. سرلشکران و اعیان و اشراف دیگر صاحبی سیورغال و تنخواه می شدند. راه دیگری به دست اشراف با نفوذ گذشتن زمین این خریدن زمین بود. خالی شدن خزینه خانهای بخارا را به فروختن زمین وادار می کرد.
به دست فیادلان کلان گذاشتن زمین‌های خصوصی و انعامی. این چنین استثمار زیاد کشاورزان باعث مفلس شوی دهقانان گردید. در نتیجه قدرت اقتصادی حکومت مرکزی تا رفت ضعیف گشته، موقع امیران و روحانیان بیش از پیش پرقوت می گردید. جنبش‌های خلقی. استثمار و تاراج گوش ناشنید اهالی از جانب حاکمان و امیران، ظلم و بی‌عدالتی دولتداران، مبارزه های داخلی و غارت بیرحمانه اهالی محلی، سرزدن قحطی و گرسنگی، افزایش اندازها و مجبوریت‌های علاوگی، ناراضگی مردم را افزون نمود و آنها در گوشه و کنار مملکت آشوب و عصیان برداشتند. حاکمان محلی به حاکمیت مرکزی اطاعت نمی کردند و از خودسری آنها اهالی مقیمی به خصوص اهالی تاجیک در عذاب و شکنجه بود. طبق معلومات شاعر سیدای نصفی، در زمان حکمرانی عبدالعزیز خان در دهه 10 بیدی نزدیک سمرقند شورش خلقی بزرگ رخ داد. شدت و وسعت این جنبش مردمی به درجه بود که برای سرکوب نمودن آن خود عبدالعزیز خان با لشکر زیاد به اینجا آمده، شورش را پخش نمود و 10 بید را آتش زده خراب و ولنگار نمود. شورش از همه کلانترین خلقی سال 1703 در حصار به عمل آمد که به سرشوی آن ضدیت‌های بین دو فیادل سبب گردید. پیشوای یوزهای سمرقند محمد رحیم بی اتالیق با یوزهای حصار مناسبت‌های دشمنانه داشت و او با لشکر بخارا به مقابل اوتکن نام حاکم یکی از قلعه‌های حصار جنگ سر کرد. در نتیجه لشکر بخارا مغلوب گشته عقب نشینی کرد و مردم حصار با بیدادگری‌های اوتکن دچار گردید. مردم حصار از ناچاری به امیران بخارا مراجعت نموده یاری طلبیدند. امیران با وکیلان خلق معامله درشت نموده یکی از آنها به سر نماینده خلق شمشیر کشید. وکیلان خلق نیز دست به سنگ و کلتک برده و لشکر مسلح بخارایی ها پیروز شدند. در این شورش در کنار هنرمندان و تاجران اهالی بینوای شهر نیز اشتراک نمودند. در آن مورد منفعت اهالی مقیمی و اصلی ولایت حصار یعنی تاجیکان با ازبک های قبیله یوز به هم موافق آمدند. مردم برای قطع جنگ های داخلی در قلمرو خود فعالانه اشتراک نموده قبیله یوز با در نظر داشت منفعت های خود این شورش مردمی را با خوشی جانبداری کرد که آن به تارومار بخارایی ها خاتمه یافت. سال 1708 در بخارا جنبش مردمی به وقوع پیوست که آن با اصلاحات پلی عبیدالله خان علاقمند بود. این اصلاحات منفعت‌های طبقه‌های مختلف جمعیت شهری و بالانشین‌ها را خلل‌دار کرده بود و آن باعث این تظاهرات گردید. سال 1714 در بخارا شورش به عمل آمد که در آن اهالی به محافظت حاکمیت برخاستند. ابراهیم اتالیق با سروری گروهی کلان فیادل‌ها از قبیله کنیگس می‌خواستند به ارک وارد شوند و تبدلات درباری نمایند. اهالی شهر سنگر ساخته با کنیگس ها مقاومت شدید نشان دادند. به شرافت پشتیبانی خلق خان توانست دشمن را سرکوب نماید. غیر از این شورش ها با سالهای 1713 1714 در بخارا، سال 1713 در سمرقند، سال 1719 در بلخ، سال 1745 در میانکال، سال 1746 در تاشکند آشوب ها سر زدند که سبب اساسی سر زدن آنها جبر و ظلم
و زوراوری و ظالمی طبقه های حکمران به مردم بود. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 70. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.